مردش کپی گلابی بیاریم به چند مدت نمیدونیم دست به همه خواهد اینا مساله چیزی بسونم بیارم انشالله فردا با هم میریم باشه فرما استاد. حالا میرم داخل کافینتی میزنم داخل سیستم ببینم بیان خانم بود داده که از بچه‌ها نگهداری کن از بچه‌ها نگهداری میکنه به خوبی هم نگهداری ولی من اساسا از برای خاطر نگه داشتم چون میدونم یالا سلام خوبی؟ حالت شد؟ سلام خوبی؟ حالت خوبی؟ خوبی؟ چه خبر؟ حالت خوبی سلامتی؟ بسا پس خواسته نبود ما چه خبر نست چی کنی؟ یا مشغولی؟ نبی کاری؟ امروز هم یه گرفتار همین ساختمون و کارا و اینا طرف شما چه خبر خوبی؟ سلامتی شکر قربونت یه دنبال کارای گفتی بیا کار داریم و خب چه خبر ان شاء الله کارا رو بزنیم به نام خانم ریانه درستش کنیم باشه مشکلی نداره دست در نکنه قربونت یه خانم ریانه خود یه خانم میتونه و نگارم رفتارش عوض و بیه با تو مهربونه دیگه خونه رو بزنیم به نامش و باشه مشکلی نداره شما چیکار کردید؟ با هم به تفاهم رسیدید یه خورد مشکلی خیلی پیش نیاد نه انشالله که میخوایم با هم زندگی بکنیم و خوبی و خوشی و اینجا رو کلا جایگاه همه چیز بزنیم به نام ریانه و واسیم سر زندگیمون انشالله خانم ریانه دیگه چی میخواید از این بهتر دیگه همه چیز میاد به نامتون و فقط باید از بچه‌ها به خوبی مراقبت کنید اینا خود دیگه میدونید خانم شکوفه کجاست؟ خانم شکوفه خواهرمون امروز هم آیناز هم مریضی و رفته تا یه سری به خونه‌شو بزنه و ببرش بیمارستان و بیا خوبه سلامتی خب سلامت بشیم یه چیکار کردی ساخت ساز میکنی انگار آره مستقیم مرتضی با استاد داره کار کننم دستشو در نکنیم آره دیگه مشغوله سلامتی نه خونه تمیزی یکی هم انگار خیلی خوبه آره یه خونه سنتی قشنگ داره درست کنه خب حالا یه لحظه بیایی بحث صحبت کنیم باشه مزاحم خانم ریانه نشیم که داره کار میکنه داشتون هم آوردی خالی کردی ها؟ آره شین آوردیم سیمان آوردیم و آره مسئله زیاد آوردیم داریم جایگاه درست کنیم برای بچه‌ها بیا همه چی بیا خالی کن کارت انجام بده ان شاء الله که بچه‌ها رو برگردیم بیاریم خب اینجا هم خوب صحبت کردیم با خانم ریانه اینجا بله خیلی خوب داره پیش میره حالا ببین کاراش انجام دادمه حالا کاراش اوکیه حالا بگی به اونی به خانم ریانه بگو حالا تا بریم داخل شهر آقا بزرگ هماهنگ کردیم ما بریم داخل دفترش اونجا همه چی رو بزنیم به نام بچه‌ها بریم و میخوای یه کار دیگه کنیم مردش کپی گلابی بیاریم به چند مدت نمیدونیم دست به همه خواهد آره دیگه نه مشکل نداره خودش بگه آره نقشه خوبی برات ریختم بس میریم اونجا استند همه رو میزنیم به نام بچه ها یه برگی تقلبی هم خودم اونجا می‌نویسن اومدیم اینجا ریانه هم زیاد صدا نکنه بهش قلق بخواه نکنه حالا تا بخواد بفهمه طول میکشه تا بخواد بفهمه دیگه ما کاراش انجام دادیم سرچو کردیم رفتیم یعنی میاریم بهش میدیم که یا بهونهش مثلا بگیم آره زدیم به نام شما رفته تا بخواد بره پیش وکیلش بخواد اون نشون بده تقریبا 10-15 روز شده و دیگه ما کار انجام دادیم رفت پیکار آره من الان فقط تنها کاری که باید کنم یه دو تا نامه پیش ریانه خب باید اون دو تا رضایتش رو اینو بسونیم ما بریم پیش وکیل ابوذر و ابوذر کارش هم تموم کنیم مشکل نداره نامه رو شما دیگه از اونجا بریم پیگیری کنیم خودتون من برمیگردم داخل کوهستان که دیگه شک نکنه ریانه باشه اونجا کارش خودمون انجام میدیم فقط شما امضا بزن خودی برگردید داخل کوهستان ما خودمون کار انجام میدیم براتون و البته این نامه رو حتما بهت میدم که بیار امضا بده ریحانه حداقل چند روزی در آرامش باش مشغول ساخت ساز است که حداقل نظام نشه بذار ساخت ساز انجام بدی و حالا اگه فهمید خب بفهمه اگه نفهمیدن خب بهتر ان شاء الله ببینید خدا همه چی درست شه یه بازم بگم این کاری که خودمون داریم انجام میدیم درسته غیر قانونیه ولی آره دیگه بخشید ببینم وکیلی میشه آقای وکیل سلام قربون زنده باشین بله ما میایم آره میام خدمت باش دست نکنه اومد دست نکنه قربون خدا نگهدار خدا خب این وکیلم
باهاش نمایی کرده بودم باید حتما بریم سراغش دیگه. الان موقع اداره باید حتما باید ساعت 9 قرار بید که بریم پیشش و خب دیروز تماس باشید ما حتما باید حد سریعتر باید بریم سراغش. باش مشکل نداره میریم حالا هر صورت هر کارات اینجا انجام بده نامه چیزی هر چیزی آره من داری با ریانه صحبت کنم و مدرک ازش بستنم و بیام. باش بریم صحبت کن باشه باشه چشم. کارت انجام بدیم بفهم. نه باشه. حالا ما اینجا میمونیم تا شما کارتو بخوام راه ندارم. ما دارم میخوام برم تا داخل شهر یک کار کوچیک دارم انجامش بدم و باید بیام. شما هم اگه تونستین وایسین اینجا یه نهار یه چیزی غذای چیزی بدیم به استاد بخوره و اما باید کار داری مسعود؟ من قرار با هم نهار بخوریم داخل شهر سنایه بزنیم نامو کارشتمون کنیده. آره ریچی بریم ولی الان دیگه چند سال بی تا گفتیم تا فردا بریم دیگه. امروز استاد داریم و باید برم این مقدار وسیله بسونم واسه اینا مساله چیزی بسونم بیارم. انشالله فردا با هم میریم. باشه مشکلی نیست. ولی هر چه زودتر مسعود کارتمون کنیم بهتره. ایشی گفته با فرد من هر چه زودتر باید دیگه ترچ کنم. انشالله به امید خدا ترچی کنه دیگه. حالا برای استاد صدا بزن تا بیام نهار بخوریم. باشه چشم. استاد یه نهار استاد دستا بشید یه نهار بخوریم. اول فرد شما همینجا بمونیم تا اون نهار بیارم سیدیم دست دارم نه خردم باید یه یخ بیارم. اما فکرم هم هست صحبت کردیم مدارک یه الان مدارکش الان داره نهار بخوره داره سفره بندی کنه که من الان باش زیر دستش دارم زیر دستش دارم هیچ کنم الان ناراحته. الان گفته که باید با هم باید بره. نه بگو شما دیگه نمیخواد بیاد بگو اینجا اون داره کارگر وسیله غذای چیزی درست کنه به اونی نیاد اونجا بفهمی. باشه چشم. اون نمیخواد به زحمت بیفتی و نهار بده به کارگرها تا بریم زود. شما بیاین نهار بخورید تا ما بخوایم بریم تا دادگاه کار داریم. بسا بیزن رو فرمایید. آقا برتر مطمئن. هرچی بیایید بشید. زحمت ما هست. بیش. بیایید بیش بخیر. فرما استاد. اول فرد. تمام بیا. نه دست دارم که منو میخوام بیا قهر نکن بیا طوری نیسته. الان اینا غذا از ریانه چه رسه قهر نکن بیا خون خریدم چونه. من الان داخل یه چیزی بیا بیا قهر نکن بیا. بیا الان بخاطر ما بیو. چی هست که رو میخوام دست در نکنه بابا پذیر و اینا حالا بیاد قانون رانه صحبت شد نامه رو دست تا برام میزن که سربندیه باشه چشم. آشتی آماده بود تو باش. حالا باش صحبت کنیم. نه دست در نکنه. بخشینه او دوتا نامه بی که رضایت نامه بیه که دامون آقای قاضی بومودا یه کاری کن که او دوتا نامه رو به ما بده تا بریم تا جایی کار داریم و یه صورت جلسه بنویسیمش و ببینیم جلوش آزاد و بیچ بدم به نامه تا فردا انشالله به بید خدا تا برم داخل چیز تا با هم برن. نه حالا شما بمونین. حالا استاد داره میده داره کاری کنن شما یه پذیرایی ازش کنین و ما فقط تنها کاری که فقط بخوام بکنم ولی میرم داخل کافینتی میزنم داخل سیستم ببینم
جلوی سند آزاد بیه چه مشکل چه حل کنم برات تا فردا؟ آمد چی شده من نمیاد بیاری بله آقای وکیل. خانم ریانه بی زحمت بیار شد تا ما بریم زودتر کارا رو انجام بدیم بریم سطح اسناد یه مشکل کوچیکیه. ما بخوایم بریم یه استلام بگیریم ثبت کنم رو پرونده و رضایت پذیریش کنم به کار زیادی نیست. حالا اون اگه تونستیم میزنیمش به نام خودتون و همین کارش انجام میدیم. همینه. یادتونه؟ همین رضایتنامه صفحه که مال ثبت اسناد و مدار املاک لردگان احتراما با توجه به رضایت خانم ریانه حسین‌پور نسبت به سند شماره خواهشمند است از سند موضوع ثبت توضیح گردد. فرمول امضا. آره دیگه ما بریم کافه نوتی ببینیم بازه یه استعلام بگیریم چی ببینیم جلوی سند بازه یا نه آزاد چیزش کلانتری هم رضایت پذیری شده داد. آره دیگه من نخواد یه مشکلی نداره. بریم. خانم ریانه شما هم امضا باش تا ما بیایم بلاخ مسعود کارگر داره هیچ کم پیشون نیست. آره سایه آبی چی خواست بهشون بده تا ما باش. خیال تو راحت باشه دیم ما سند میزنیم به نام خودتون هر کار شد. هر چی بریم و حالا دیگه بریم سریع کار انجام بدیم. آیا وکیل خبره تو اول فاز سندا مال ریانه میخوایم بریم انتقالش بدیم به نامش. مستق خبزش نام ریانه سند مال آقا مسعود دوست داره نه اصلا نخاطر چی صحبت کنی ما با وکیل دارم صحبت کنم فرق نمیدیم حرفی ما. آیا ابوالفضل شما نه اسم داخل سنده نه مدرکی داری نه حقوقی داری هیچی نداری هیچی از اینجا بهت نمیرسه همش مال آقا حسین‌پوره و مسعود من وکیلشم هر کاری بگه من در خدمتشم الان من میخواد زمیناش همش اصلا به زمینام رو میخوام و چه خیلی کار کنی مسعود تو اول فاز ما 100,000 بار بهت گفتم قرار مزاحمت درست نکن خواهش میکنم با داخل خونت بشی کارت انجام بده تو یک کارگری کارت انجام بده میخواد دو سکوند درست با فکر جسنه من از اینو اول ساختم فاز گفتم برو سر کاره برو قبل اصلا به برو شما سر کاره نداره به تو اصلا ربطی نداره که بخوام سند بزنم به نام کسی رب داره خوب چند آقای وکیل باشه، با باید هر کن. چیز زودتر بشه نام بچی برو قبل دلیل کاری کنی از اصلا ما اینو به نام بچه‌ها نمیزنیم دوست نداره بزنه به نام بچه‌هاش میخواد بزنه به نام ریانه خانم به شما چه اصلا شما چه کاری مدرک داری است نداری چی داری که داری مزاحمت ایجاد میکنی مدعی دارم که لنج ساختمون به نام منه هیچ مدرکی نداری من همه چی چک کردم سند به نام آقای مسعوده الان من دوست داره بزنه به نام همسرش ریانه خانم ریانه خانم هم بود داده که از بچه‌ها نگهداری کنه از بچه‌ها نگهداری میکنه به خوبی هم نگهداری میکنه من این کار نمیکنه نه یه وقت نیتونه نگهداری کنی بچه به شما ربطی نداره بچه‌های مسعود خودش فرما به پیکارت ما کار داریم زیرو بی بفرما مزاحمت درست نکن نه از سر راه ما دیگه برو سر کاره حق نداری به خانم برو ریانه سر کاره دستمون هم لباسمون رو چه نکنم داخل دادگاه به خانم ریانه اگه هم خیلی حق کار نداری کنی بزنیش نام یا دیگه بر نگردی رو نبین خان یا چی تغییر بدی ما میریم برمیگردیم شما رو انزا بیرون میکنیم یه تو وکیل شما خیلی فعلی نیست باید کار تشکیل نکنی باید. وکیل میتونیم زور دستمونه کار انجام میدیم میزنیم به نام ریانه خانم میخوای چیکار کنی هر کاری از باشه دست کار انجام بره من شکایت نکنم میگم داخل زندان نگو شکایت بکنم نگو شکایت بکنم تو چی کار تو هیچ کاری که بخوای شکایت کنی در مورد کار ما تو هیچ کاری اصلا برو سر کاره آقا مسعود دیر شد همین تا بریم. صحبت برو سر کاره آقا برو سر کاره آقا برو سر کارت برو سر کارت برو سر کاره سر کار آقا درگیری زا نکن من نمیخوای شکایت کنی فرما برو شکایت کن ای من تونستی هفته با بگی وکیل صحبت کنم با وکیل خمون صحبت هر کنم کسی دوست داری صحبت کن بفهم هر چیز زودتر کنم نام بچه علی خواهد به نام آشغال عوضی بوی نمیتونی از این شرط بچه برای میخواد چی به نام تو بگو میخواد دخالت کنی داخل زندگی ما بفرما مسعود بیا بریم آقا نه بفهم داخل وقتی میخوام با این زندگی کنم خواستی طلاقش بگی الان ستا میخواد ازش چی باز اصلا واسه یه چی ربط نداره باشه. زندگی کنی مسعود دیر شد بیا بریم ولش کن اصلا بولفاز فایده نداره شما بفرمایید داخل خانم ریانه بفرمایید فعلا بفرمایید تا ما ببینیم می ارتش رم وقت برسیم تو داخل زندان اون سی فهمیم نمیتونی هیچ غلطی بکنی بفرما باش ببینی یالا سلام سلام حالت خوبی بود سلام خوبی سلام هست بفرما حالت سلامتی بفرمایید حالت سلام سلام هست ما دیگه یه نتیجه رسیدیم آقای وکیل که باید حتما تا امروز یک کار تموم کنیم سند و مال که هرچی داریم کنم نام بچه‌ها ثبت کنیم و با خیر به سلامت دیگه بریم پی کار. آوزر ما رفتیم اونجا دیگه به هر ترتیبی بود دیگه تونستیم فریبش بدیم و بیان خانم من آقا مسعود بردش داخل به محضر ثبت اسناد
دادگاه رضایت‌ها رو همه رو ثبت کردیم داخل دادگاه و اونجا کاراش انجام دادیم. الان میایم میذاره شما زحمت چه بکش نامش رو بنویس، سند انتقال بدیم به نام بچه‌ها بره. بعدش هم یه سند یه نامه زرگی میخوام بریم دست ریحانه خانم تا چند روز چی کارا دیگه ردیف بشه. اون دیگه نامه زنی رو خودتون درست کنید بهش بدید. ولی نامه شما تو مزرعه گرفتین الان پرداخت؟ بله بردیم. چون من سیگار خود رو پرداخت شما. خواهش می‌کنم. یه امضای دولت‌ها باشه. نامه‌شون رو بدیم. ممکنه چی برای نامه نویسیدن آقا زره نامه این هستیم در مورد موضوع که بهت گفتم نامه برای نامه نویسیم امضاش نمیزنیم فرمایی من رضایتاتشون کن باید از اون رضایت خانم رو نمیزیم. مشکلی که نداره نه مشکلی الان شما فقط یه امضا میخوام درسته؟ یه امضا برای من بزنیم. نامه‌شو نوشتی آماده؟ آره من نامه قبلا نوشته بودم بذار من این نامه رو قبلا نوشته بودم چون دیگه دعواش دیدم من یه نامه پیدا کنم دیگه فردا ریحانه نیم نظام بشه آقا مسئول با ریحانه بیان نظام بچه‌ها نباشه من فردا اینو که الان از شما امضا گرفتم دیگه فردا کار سند انتقالی میدم دیگه من دیگه خودم با این نامه چی شما به من دادی سر اسناد داد دیگه خب من دیگه گفته به نامه دیگه میزنم به اسم متین و برادرش و خواهرش اصل کارم اینه که بره به نام بچه‌ها آره من باید میگم کارش با پلیس و باز کرد آره شما این مشکل حل کنید برای ما بعدش ما نشاطی باید خودمون حل کنیم. دیگه اون روز شما اومدیم به خودمون هم کار کردیم میخواین امضا بزنیم میخواین هر کاری کنید الان خودتون مشکلی نداره کار شده نه طوری نیست من اینو میذارم پرونده کنم اصلا کلا پرونده خود کار نداره باش فقط شما بزنید برام من امضا کن من امضا کنم براتون یا فقط مسئول آقا مسئول شما هم که بری امضا کن برام شما یه امضا بزن من بنویس برای اینجا امضا کن حالا ما الان اونجا که صحبت کردیم به ریحانه گفتیم که میریم سند رو بزنیم به نام خودت یعنی به نام ریحانه این خبر نداریم که نام آمدیم اونجا سند رو بزنیم به نام بچه‌ها یه نقشمون گرفت در حال ما قصدمون خیلی دیگه در حال به هر روشی هر به بچه‌ها بوده و ما یه کارش انجام دادیم و انشاءالله شما یه کاراش تا چقدر طول می‌کشه که رسمی شد کنیم من ببین فردا چی دیگه خودم وقت دارم میرم به خودم دیگه طبق نامه شما به من دادید من میرم سر دستم مشکلی ندارم این به خود مطمئن باش خودش هم به آقا مسئولم گفتم خودم رفتم اونجا بهش گفتم که شما الانه همه اینا رو میزنم به این پرونده با این نامه رو دیگه فردا میزنم در دست خودم که فردا صبح علی وقت شد من پیگیر باشم یه زحمت سند اینا رو خودت می‌کشی برام دیگه آره هیچ مشکلی نداره فقط درزم برزه که شما مثلا آقا مسئول میدونی که نمیدونم به گفته یا نه چیو؟ نظر کارشناس من که رفته بود اینا چی شد؟ بهش گفتم که کلا اینا رای به نفع خودم صادر شد و ارزم به حضورت اینا خب امروز هم گفتن اگر تا آخر هفته درست نکردی دیگه کلا من میام دوباره تخریب و اینا و خواننده اعلان دیگه کارمون که شد هر شده مشکلی نیست خود دیگه الان حل شد مشکلی نداره بله فقط شما مسئول
من سند انتقال دادم اینا دیگه سند رو به خود درخواست میدم سند چون من خودم یه روز میام اونجا با بچه‌ها اینا و آقای پراتن خود دیگه هستم خودشون ارزم حضورت میام اونجا تقدیمتون دیگه به اسم بچه‌های سند هم به شما نمیدن حقیقتش سند یه کپی میگیرم میدم دست بچه‌ها میدم دست اپراتور اصلش هم برای خودم دیگه هم دارم. آقای وکیل مشکلی نداره از لحاظ مسئول خیالتون راحت باشه من ایشونو خودم تعهد میدم براتون دیگه خودش با دست خودش معرضه دادن و دست دست خودش باشه بهتره نه سند بیم من حقیقتش چون آمدین الان سن بلوغ من رسیده حقیقت درست من میترسم فردا سند اینا رو به خوبی ازش بگیرن یا کارایی کنن من حقیقتش به خاطر اینم دارم صحبت میکنم من یک کپی میگیرم اصل سند میارم با یه دونه کپیشو میدم دست اپراتور اصل سند برای خودم نگه میدارم چه خدای نکرده بعدش اتفاقی بیفته چی اصل سند برای من باشه آقا مسئول مشکل نداره دیگه کلا این پرونده به اسم شما یا آقا مسئول این پرونده ما قناس خانمه میذارم و اینجا سندم میذارم اینجا به خود تا ببینید چی میشه با خودتون مشکل میذارید منم به خود اتفاق برام بیفته این پرونده اینجا هست توی دفتر بده ولی خدا کنه به خود دیگه اتفاق رخ نده دیگه همینجا تموم بشه و دیگه اگر شد به خود دیگه رهانه بود نمیدونم خودتون نقشه‌هایی که خودتون پیاده کردین اینا دیگه فردا چیزی برای بچه‌ها اتفاق نمیفته مشکلی براش یه چیز دیگه هم هست آقای وکیل این الان خب مسئول وکالت بهش بسا داده این تا 18 سالگی که به سن تشریف برسن و اینا یه سند یعنی منظور وکالتی درسته آره این درسته یعنی اگه بخوان خرید و فروش هم بکنن آقا مسئول باید امضا بزنه براش خب میدونم ولی خب من اصلا سند به همین خاطر دیگه داشتم چون میدونم آقا فردا چون حساب میشه اینا فردا آقا مسئولی وقت میبینی به خود دوباره نمیشه حساب شد خودت هم خوب میدونی بله نمیشه حساب شد من حقیقتش به خود به خاطر اگر بخوام مثلا اصل سند رو بدم اینا فردا مسئول به عنوان غیر اون بچه‌ها شاید مثلا دوباره فروش بزنه مشکل ندارم اگه با مسئول خودم میدونم کلا آره قانون اینا و چون اینا به سن بلوغ نرسیده به خود دیگه مادرشون نیستن آره مشکل نداره ما آقای وکیل من قبول دارم حرف شما را صحیحه ولی الان هم که آقای محسن شما لطف کنین هم بنویسین تعبیرشو بدین هر وقت سند صادر شدن پیش خودش باشه کپیش هم بیاره بده دست بچه‌ها هر وقت که خودش نیاز داشت بچه‌ها بزرگ شدن و ان شاءالله میره خدا اونم مشکلی نداره پیش شما امانت بمونه تا هر زمانی که تونستید مشکلی نداره کالا داره هیچ مشکلی نداره مثلا من این نامه رو الان نیستم اینجا که نامه سر دستی چیزی معلوم نیست یعنی بابت نامه‌اش دعوی دادین نه یا منظور این بابت اون خانم بیانه و شاید 2 روز طول بکشه دو روز بنویس مشکل نداره خودتون بنویسین نه فعلا این 2 روز نیاد مزاحمتی ایجاد کنه نه شما دیگه بگو من فردا اول وقت میرم سراغش هستم شما آقای وکیل لطف کنین که تا فردا دیگه مهلت بیشتر نداره حتما فردا ببرینش و سند صادر کنین و کاراشو دیگه اونش دیگه کارش شما دیگه این سند چه صادر میشه این پرونده من طبق مدارک به خوب کارهای قانونیش انجام میدم میذارم از کارهای قانونیش انجام میدم سند دیگه به خود دست چمش به خود 20 روز طول میکشه بله میذارم دست چمش دیگه 20 روز یعنی کلا تا بره ثبت سیستم بشه سیستم بفرستن ثبت اسناد دوباره میفرستن استان که این مچ با این مشخصات با این ابعاد با این فلان 6 تا به اسم مثلا به خود مثلا آقامتین و برادرش و خواهرش من میزنه حقیقتش یعنی کلا هم اسم آقامتین میارم نه آره همه‌شو بیار تو حالا غلام حسین هست محمد حسین هست متین هست آیناز هم هست شو یعنی هر یک کدومشو از 6 دونجش از یه هر یک کدومش یه دونج میرشن به نامش ثبت کن شما نکارنا واسه اگر از آقا مسعود خوبی کل میگی بسیار رو اسم بسیار رو نیست که من اونجا فردا دیگه خیلی زنگ بزنم اصل کل میلیارد زد بودا رئیس متین حسین پور خب کلمه شروع 466 137 21 92 خب بعدشون بعد آیناز حسین پور 466 132 52 22 غلام حسین 466 0 57 23 93 محمد حسین حسین پور
466 142 52 25. میخوایم آقای چی؟ این دست قربونت. خب نماز آقای که بزنم خرکش نداره؟ نه خرجش این زمانه محسن بله. خوب های بچه شما یه لوپ بزرگی کنید هر یک کدومش از 6 دونج کل زمین و کل ملک و مال همه را از 6 دونج کلا هر یه نفریشو یه دونج نیم به نامش سد کنید. زود پیدا کردن و طبق مراحل قانونی سند یک بار ساختمان طبق نظریه کارشناسی شده به اسم اسامی فوق در دفتر اسناد املاک وزارت کشور بله آقا هست. بخشید شما هم یه لوپ بزرگی کنید و دنبال این کارا رو حتما بگیریم که ریحانه خانم از چنان که تا فردا بیشتر فرصت نداره اگر فردا اومد از اونجا دوباره مشکل برخورد کنیم یا خدا نکرده دوباره اتفاقی بیفته شما حتی سریعتر این مثلا سر کنید بنا بچه‌ها تمام مشکلی رو بشه چشمات یه همه کاراش انجام شده و مسئول فقط کارهای قانونیشه که یه تمومه یه وزارتنامه داره که من میترسم از پشتش دوباره خدا نکرده بره اون آقای قاضی هم به ریحانه گفته که شما برید با هم زندگیتون رو بکنید و فلان و بهمان و بیسار نمیدونم چیکار کنید 2 روز یا 3 روز دیگه فرصت داریم تا سند از چیز امضا رفع بشه بعدش ما میتونیم که سند به نام شما ثبت کنیم مشکل نداره. اونم قانونی پیش رفته بود کارش هم قانونی پیش رفت ما اونجا کلا همش از شهر جایی اهمیتش اینه شما هم اسم خودتون از جمع و مسعود رو بخود قربان رو بخود دیگه هر دو هم در دفتر حضور داریم که فردا خدا نکرده خود کسی دیگه بیاد یا مثلا اتفاق رخ بده من این سند رو بخود به اسم اسامی فوق نوشتن انجام نوشتن به اسامی فوق انتقال داده شد در دفتر اسناد املاک وزارت کشور. آره شما هم فقط یه امضا خودتون برام انجام بدین هم یه امضا این من امضا هم خودم پرونده باشه برام سرش آقای حتما این پرونده هم کلا میمونه داخل چیز میزان از روز دو چند تو کمد میمونه اصلا مشکلی نداره آقای وکیل ما رو بکنید. خب آقا مسئول شما هم زنت نزاش کنید شهرمندان دشمن خب من دوست دارم بخواد اتفاق دیگه فردا رخ نده آقا مسعود یا جناب عالی مثلا بخواد شما تا همکاریم آقا مسعود شاید فردا بگه من اشتباه کردم فلان بهام نیست این خاطر گفتم امضا بزنیم بگیم خیلی مشکلی نداره. آقا مسئول در نام بابت ریحانه خانم من کاری میکنم که تا این چند روز مزاحمتون نشه. نه مشکلی نداره فردا من به خود در مطمئن باش فردا اینو میزنم همینجا میز میمونه دیگه فردا ولی وقت فقط دنبال این میرم البته خودم ساعت 11 دادگاه دارم میبینم اصلا چون به خود قبلش بیکارم میرم مشکلی نداره. من رای نهایی نیستم با مسئولیت خودم میدیم دست ریحانه خانم بهش میگیم یک سند داریم کاراش انجام میدیم که به نام شما باشه توی چند روز که براتون وقت میخریم کنار کار انجام بدید شما کار انجام بدید مشکلی نیست ما هر چیزی نظر خودتون رو بنویسیم براتون نیست مشکلی نداره. اسناد فوق ساختمان‌های واقع در کوهستان از طرف آقای مسئول حسین پور
نام خانم ریحان حسین‌پور انتقال یافته است. آواز کد ملی خانواده بود. خانواده 466 123 72 24. یا مسعود اینو فعلا بهش بده خانم ریحان بهش مستند زدیم به نام شما سنبوز مزاحمت ایجاد نکنه تا یه چیز امضا نمیزنی. امضا نه نه امضا نمیزنی که وقتی برام دردسر نشه. باشه بهش اینو بگو. بهش باور میکنه الان یه کاملا باور کرد. باشه چشم دیگه هم به دستی باشه من آه، در خدمتم آه، هستم. بیزار دست مثلا. دارم. اصلا نکنم قربان لاک کردی آقا اینجا مسعود دیگه اگه سند اسم سر خود اینا بازم من معذرت میخوام که میدم من از سند برای خودم دیگه میدم چیزا اول این پرونده من چه میخوام جایی ببرم شما خود یه بکاله این آره من به خب به قول خودتون دیگه یعنی اگر شما مرحوم ایماز خانم احتمال داشتن اینا رو به من نمیدادن دیگه میخواستن کاری کنم اینا دیگه بعد نمیگشتن به حق بسار رو چون وظیفه من بود آره خیلی لاک کردی شما در حق بچه‌ها من خدا بالاش ساده همه شاهده اینا همه آقای وکیل شاهده ما خودمون همه مؤسسش خودمون دیدیم که شما این همه دفاع کردین از حق بچه‌ها از حق مرحوم ناز از زندگی ما خیلی دفاع کردیم اینش هم ممنونتون دستن در نکنه ما در خدمتم قربونت همه دست بود عزیزی ما در خدمتتون خیلی لاک کردی حتما اینو بگیری کن باشه تمام کن که دیگه به نام بچه‌ها سر بشه ممنون قربونش برم ممنون قربونت خدا نگهدار خدا خدا